با عرض سلام و خسته نباشید خدمت بینندگان گرامی تلویزیون کماله و حزب کمونیست ایران در یکی دیگه از ویژه برنامه‌های مخصوص به اعتراضات سراسری و جنبش انقلابی در ایران در خدمت شما عزیزان هستیم. در این برنامه مهمان ویژه‌ای داریم که قطعاً با ایشان آشنایی کامل دارید و نیاز به معرفی بیشتر نخواهد بود. رفیق مازیار رازی هستند که امشب در این برنامه ما را همراهی می‌فرمایند. حالا تا ایشان وارد برنامه می‌شوند و ارتباط ما برقرار می‌شود، من در مورد این 2 ماه و خورده‌ای که از جنبش انقلابی گذشته مقداری صحبت خواهم کرد. همان گونه که آگاه دارید در طی 70 و خورده‌ای روز که از جنبش انقلابی می‌گذرد، این جنبش در آغاز به صورت یک جنبش اعتراضی و در اعتراض به مرگ ژینا امینی در شهر تهران توسط گشت ارشاد حکومت سرکوبگر اسلامی آغاز شد. بعد از فوت مهسا اعتراضات در شهر سقز در مراسم یادبود ایشان شعله گرفت و به شهرهای دیگر هم کشید. خشونت نیروهای سرکوبگر موجب گسترش این جنبش شد و یکی پس از دیگری شهرهای کردستان و سپس دیگر شهرهای ایران را فرا گرفت و مردمی که در طی 44 سال گذشته لبریز از ظلم و ستم حکومت اسلامی بودند و به بسیاری از ظلم‌هایی که در طی این 40 سال گذشته بر آنها رفته معترض بودند، از فقر و بیکاری سازمانی یافته گرفته تا موج گرانی و فساد افسار گسیخته و سیستماتیک در سیستم حکومت جمهوری اسلامی به خیابان‌ها ریختند و شعاری که رمز زنده نگه داشتن یاد مهسا امینی بود، یعنی زن زندگی آزادی، را بر زبان راندند. در این مدت که قیام برقرار بود و شهرهای مختلف صحنه درگیری مردم انقلابی با نیروهای سرکوبگر رژیم بود، رژیم جمهوری اسلامی از تمام ابزارهای خود برای سرکوب این قیام و همچنین کنترل افکار عمومی و به انحراف کشوندن آن استفاده کرد. ما نمونه رفتارهای رژیم رو در مراحل متعددی دیدیم. روز به روز که این قیام گسترده تر می شد و گسترش می یافت و همزمان با آن به مراکز علمی، دانشگاهی و مدارس هم کشیده می شد، رژیم مستاصل دست به ابزارهای سرکوب و کشتار مردم برد و در بسیاری از شهرهای ایران از شمال تا جنوب و شرق تا غرب بسیاری از جوانان انقلابی را به خاک و خون کشید. رژیم به خیال خام خود احساس می‌کرد که می‌تواند با نیروی قهریه خود می‌تواند این قیام را سرکوب کند و یا با اقداماتی همانند آتش زدن زندان اوین و یا وقایعی که در زندان لاکان رشت، فشافویه و رجای شهر کرج، همچنین زندان سنندج رخ داد، می‌تواند این قیام را منتسب به روابط خارجی و دشمنان خارجی نسبت دهد و افکار عمومی را به سمت دیگری بکشاند. همزمان با اتفاقاتی که رژیم در داخل رقم میزد، حملات متعدد پهپادی و موشکی خود را بر روی مقرات احزاب کردستانی در اقلیم کردستان نیز ادامه میداد. رژیم که از خشم و فوران اعتراضات در شهرهای کردنشین مستاصل شده بود، دست به چنین اقدام وحشیانه‌ای زد و تعداد زیادی از مردم عادی و کسایی که حول این مقرات زندگی می‌کردند زیانمندان اصلی این حملات بودند. هرچند اعتراضات گسترده چه بین‌المللی و چه حکومت عراق و اقلیم کردستان صورت گرفت، اما رژیم به بهانه‌جویی‌های خود ادامه داد. رژیم می‌خواست با توجه به اینکه اغلب شهرهای کردستان و آذربایجان غربی تا کرمانشاه و ایلام صحنه اعتراضات وسیع بودند،
بخصوص در شهرهای جوانرود، بوکان، پیرانشهر، مهاباد و سنندج درگیری‌ها بسیار شدید گزارش می‌شد. همزمان رژیم از تمام نیروی قهری خود استفاده نمود و علاوه بر پرواز بالگرد و نیروهای تهاجمی خود، بسیاری از نیروها و مزدوران خارجی خود مثل فاطمیون، هشت شعبی و نیروهای جدیدی که اونا رو به اسم نخسا میشناسیم و عموماً مزدورانی خودسر و خودمختار هستند اما جیره بگیر جمهوری اسلامی هستند را استفاده نمود. کسایی که در آبان 98 هم در قتل عام مردم بیگناه ایران دست داشتند. از این نیروها حداکثر استفاده را نمود. در شهر جوانرود 7 تا 8 نفر از جوانان این شهر را به خاک و خون کشید. در شهر بوکان هنوز هم اجساد بسیاری در سردخانه این شهر موجود است و در طی روزهای گذشته ما نام 2-3 تن دیگر از این عزیزان را که در راه آزادی جان باختن را خدمت شما بینندگان عزیز معرفی کردیم و برای آگاهی عمومی آشکار شد. همزمان در مورد قتل عام رژیم در دیگر شهرهای ایران هم همانند تهران و کرج ما نمونه‌های بسیاری داریم که کسای دیگر نیز که به صورت مخفیانه کشته شده بودند از جانب نیروهای سرکوبگر رژیم. اینها هم در طی روزهای گذشته نام آنها آشکار شد و حتی رژیم سرکوبگر جمهوری اسلامی اجازه برگزاری مراسم به خانواده‌های این عزیزان را نداده و در بسیاری موارد هم با گرفتن وثیقه‌های سنگین و مبلغ نقدی در قبال تحویل جسد این عزیزان آنها را تحت فشار قرار داده و بعد از برگزاری مراسم چه به صورت مخفیانه و با حضور مردم، نیروهای سرکوبگر رژیم و اداره اطلاعات سپاه پاسداران و اطلاعات جمهوری اسلامی همواره فشارهای خود را بر روی خانواده این عزیزان حفظ کردند تا مبادا اخبار دیگری درج کند و یا دوباره شعله قیام هرچه بیشتر فروزانتر شود با حضور مردم و دلداری خانواده این عزیزان. پس ما در طی این مدت دیدیم که این جنبش اعتراضی چگونه در مسیر تبدیل شدن به یک جنبش انقلابی گام به گام و مرحله به مرحله پیش میرفت. هرچند که در این مدت ما نظرات مختلفی از سوی کارشناسان، احزاب سیاسی و یا دول خارجی می‌دیدیم که در مورد این قیام عموماً عنوان می‌کردند که این قیام رهبری مشخصی ندارد، هنوز آلترناتیو آن مشخص نیست، اما ما در شعارهایی که مردم عزیز ما در صحنه بودند و این شعارها رو عنوان می‌کردند بارها متوجه عمق گرایش سوسیالیستی در جامعه ایران بودیم و شعارهایی که بخصوص در مناطق کردنشین عنوان شد، مثلا بعد از سرکوب سنگین که در بوکان، مهاباد و پیرانشهر انجام گرفت، شعاری مثل کرد، بلوچ، آذری، آزادی و برابری، این شعاری بود که نشان از گرایش سوسیالیستی و میل به آزادی و برابری در جامعه ایران زمین بود. این شعار در میان دانشجویان و در میان جمعیت دیگر ایران در دیگر شهرهای ایران نیز بارها تکرار شد. پس ما در طی این مدت علاوه بر گسترش اعتراضات، تداوم آن و اعتصابات سراسری را هم داشتیم. اعتصاباتی که از دانشگاه‌ها و مدارس به کارخانه‌ها کشیده شد و در طی روزهای آینده هم ما فراخوان‌های گسترده‌ای از سوی جریانات، احزاب و گرایشات مختلف و همچنین اتحادیه‌ها، سندیکاها دیدیم که همه از این اعتصابات در طی 3 روز آینده که همزمان هم هست با روز دانشجو حمایت کردند و همه فراخوان دادند که در این اعتصابات سراسری و اعتراضات سراسری شرکت خواهند کرد.
ما در این برنامه میخوایم راجع به این دو مقوله که ضرورت وجود رهبری در یک جنبش و شکل رهبری و اینکه آلترناتیو باید چه زمانی مشخص شود با مهمان عزیزمان بیشتر بحث و گفتگو خواهیم کرد. رفیق مازیار رازی عزیز، صدای بنده رو دارید؟ رفیق مازیار رازی عزیز، خوشحالم که شما رو میبینم. خوش آمدید به برنامه. ممنون. منم از شما سپاسگزارم. با درود فراوان به تمام شنوندگان و بینندگان گرامی. زنده باشید. خیلی وقت بود منتظرتون بودیم و چشم انتظارتون. خوشحالیم و خوش آمد میگیم که در این برنامه حضور پیدا کردید. من یه مختصری در مورد اون چه که در طی 2 ماه و اندی روز گذشته و در مورد این جنبش اعتراضی و اینکه آیا این جنبش اعتراضی تبدیل شده به جنبش انقلابی، گام‌هاشو چگونه برداره، اما بحث‌های مختصری برای بینندگان عزیزمون انجام دادم. اما بیشتر میخوام بشنوم از شما به شکلی تخصصی تر که از دیدگاه شما آیا میتوان گفت این جنبش وارد فاز انقلابی خود شده یا نه، یا اصلا خصوصیات هر دو طرف رو دارد یا ندارد، و سوالای بعدی هم در ادامه قطعا خواهیم پرسید. بسیار خوب، خیلی ممنون از شما. خب من یک مارکسیست هستم در واقع و از متدولوژی مارکسیستی برای با تجربه 150-60 ساله گذشته ارزیابی میکنم. یعنی به هر حال مسئله تحلیل های سیاسی که متکی بر اون هست متکی به متدولوژی مارکسیستی. از نقطه نظر این متدولوژی ما شرایط ویژه‌ای برای آغاز انقلاب در نظر بگیریم. یعنی از نقطه نظر تجربه انقلاب اکتبر 1917 هم همینطور. یعنی لنین یکی از بحث‌ها و تحلیل هایی که میکنه اینه که شرایط ویژه رو ترسیم میکنه که کی انقلاب وارد کار نهایی و همچنین به انتها رسیدن میرسه. در اینجا 3 فاکتور مهم هستش که باید در تحلیلمون بگنجونیم و بعد ارزیابی بکنیم که آیا شرایط انقلابی یا شرایط اطلاع انقلابی وجود داره یا. اولین نکته این هستش که حاکمیت، حالا هر دولتی که در حاکمیت هست، قابلیت حاکمیت خودش رو از دست میده به تدریج. یعنی در واقع درش تسلسل به وجود میاد و توده های خیلی وسیع و دیگه کنترل نمیتونه بکنه و در واقع در حال اضمحلال هستش. نکته دوم این هستش که توده های خیلی وسیع اولا وارد کارزار مبارزات خیابانی و توده‌ای و غیره شدند و از طرف دیگه مهمتر از همه اعتصاب عمومی سازمان پیدا کرده در جامعه. و برای اینکه اعتصاب عمومی سازمان پیدا کنه در جامعه و برای اینکه توده های خیلی وسیعی که در خیابانها به شکل خودانگیخته میان تحت یک نظم و یک به اصطلاح محتوای راهنمود دادن به یک سوی انقلاب بهشون داده بشه، نیاز به ستاد رهبری هستش. یعنی در واقع توده های خیلی وسیع یا اردوی کار ما نام میبریم که در مانیفست حزب کمونیست مارکس به این ترتیب توصیف میکنه. در جامعه 2 اردو وجود داره، اردوی کار و اردوی سرمایه. اردوی سرمایه دارای رهبری خودش هستش و الان هم خب به هر حال در حال سرکوب هست متاسفانه. اردوی کار در واقع فاقد یک رهبری هست در شرایط کنونی. یعنی در اردوی کار هستش که تنظیم میکنه اعتصابات عمومی رو و همچنین تظاهرات خیابانی رو، پیوند اینها رو هماهنگی درش به وجود میاره و نهایتاً ما از این مرحله به مرحله بعدی خواهیم رسید. مرحله کنونی ما در دوره موقعیت انقلابی هستیم، نه اطلاع انقلابی. اطلاع انقلابی زمانی فرا میرسه که این فاکتورها وجود داشته باشه، یعنی حاکمیت در حال فروپاشی باشه و همچنین اردوی کار دارای ستاد رهبری باشه و اعتصاب عمومی آغاز بشه.
بنابراین این فاکتورها متاسفانه هنوز به مرحله پختگی نرسیده، اینا وجود نداره. یعنی رژیم به هر حال اختلافاتی درش به وجود اومده، دیده میشه درسایی هست، به هر حال اینها رویهشون دارن از دست میدن به تدریج و غیره، منتها از هم نپاشیده هنوز. و از طرف دیگه متاسفانه مسئله رهبری کل جنبش هستش که این به دلیل اینکه در گذشته ما اقدامات پیشگیرانه انجام ندادیم و یک رهبری در واقع مشخص در ایران با وجود نیاوردیم، به این ترتیب هستش که در یه همچین شرایطی، در شرایط تلاطم موقعیت انقلابی، ما در مقام سازماندهی انقلاب نیستیم متاسفانه. اما این رهبری میتونه همین روزها به وجود بیاد. یعنی در واقع اینطوری نیستش که حالا کار از دست رفته و ما دیگه به هر وای ناامید بشیم و غیره، ولی این رهبری میتونه همین روزها به وجود بیاد. حالا دلیل این که این رهبری وجود نداشته، خب دلایل متعددی هستش. ما در یک جلسه دیگه شاید بعداً میتونیم به تفصیل راجع بهش صحبت کنیم. منتها کماکان این رهبری وجود نداره. اما برای اینکه این رهبری بتونه به سرعت بیشتری به وجود بیاد، ما یک قدم‌های مشخص مؤثری میتونیم از امروز برداریم و اونم تشکیل هسته‌های مخفی هستش در سراسر ایران. هسته‌های مخفی، این باز بحث خود لنین هست در ارتباط با حزب بولشویک. حزب بولشویک هم باید خاطر نشان بکنم که تنها و اولین انقلاب سوسیالیستی در جهان بود و از این نقطه نظر تجارب بسیار غنی منتقل میکنه به ما و به این ترتیبه که این هسته‌های چند نفری که ایجاد میشه باید کاملا مخفی باشه، از این نقطه نظر که سازماندهی انقلاب باید مخفی صورت بگیره به دلیل اختناق و سرکوب هایی که صورت میگیره. یعنی رهبران اصلی باید شناخته شده نباشن در جامعه و این رهبری در واقع خیلی مهمه که به وجود بیاد و میتونه به وجود بیاد حتی در شرایط کنونی. به این ترتیب که هسته هایی که به وجود میاد که از نقطه نظر در واقع تجارب به هر حال افرادی هستن که همدیگر رو میشناسن، قابل اعتماد هستن، اینها شروع به دخالتگری میکنن. هر هسته کوچیک حتی 3 نفره میتونه دخالتگری پرنفوذ و پرتأثیری در همین توده ها بذاره. چون باز دوباره اگه برگردیم به این نقل قول هایی که مارکس مطرح میکنه در شرایطی که انقلاب صورت میگیره، همین تو مانیفست در واقع مطرح میکنه، میگه کمونیستان نقش بسیار مهمی دارن در هر جنبشی که هر حرکتی که ایجاد میشه. اولا کمونیستا، بحثی که مارکس میکنه در فصل دوم مانیفست کمونیست، یه کمونیستا تفاوتشون با کل توده های خیلی وسیع در جامعه اولا در این است که کمونیستا باید در صف مقدم هر مبارزه قرار بگیرن. یعنی در واقع مبارزات، اعتراضات، اعتصابات، هر قدمی، هر اصطلاح حرکتی که در جامعه هست، کمونیستا باید حی حاضر در کنار توده ها باشن، پشت میزای کامپیوتر قرار نیست باشن. و امروزه مشخصا الان مسئله دخالتگری مطرح هستش و وقتی هم که صحبت از این میکنه که وقتی کمونیستا در کنار توده ها باشن تفاوتی با توده ها دارن و اون تفاوت به این مفهومه که کمونیستا چشم انداز روشنی از اون جایی که باید هدف نهایی و مقصد اصلی باشه دارن و توده ها چه بسا ممکن نداشته باشن اینو. بنابراین دخالتگری کمونیستا بر اساس دخالتگری خیلی مهمی میشه ارزیابی بکنیم و از این زاویه هست دخالتگری میتونه کاملا راه رو باز بکنه برای مراحل بعدی. یعنی در واقع در شرایطی که ما امروز میبینیم، این بحث هم خیلی بحث مهمی است که از کومینترن ما در واقع آموختیم و اونم این هستش که ما یک سلسله مطالبات و شعارهای مشخص و ملموس مرتبط به شعارها و آگاهی فعلی توده ها باید طرح بکنیم، نه اینکه شعارهای چند قدم اونورتر، چند قدمی که به هر حال قابل درک شاید نباشه. مثلا ما امروز بریم تو خیابون‌ها به عنوان کمونیست‌ها، خب کمونیست‌ها هم تعدادمون قلیل هستش در جامعه سرمایه‌داری، به خصوص جامعه‌ای که سرکوب کرده تمام گرایش‌های متخاصم بهشون. بنابراین این تعداد معدود میتونن با اصطلاح هدف دخالتگری بر اساس این برنامه انتقادی عمل بکنن، یعنی از آگاهی فعلی شروع بکنن، گام به گام توده ها رو به جلو راهنمود بدن و آگاهی اینا رو گام به گام به سرحد سرنگونی برسونن.
حالا در مورد سرنگونی هم اینجا این نکته رو من اضافه بکنم که سرنگونی رژیم با سرنگونی نظام سرمایه‌داری از نقطه نظر من متفاوت است. یعنی ما خواهان سرنگونی کل نظام سرمایه‌داری هستیم. نظام سرمایه‌داری که الان در 100 سال گذشته نتایج کارهاشون رو دیدیم، از زمان رضا شاه، محمد رضا شاه و خمینی و خامنه‌ای. اینها اصولا پاسخی به مسائل دموکراتیک مردم نمیتونن بدن جز یک پاسخ و اونم سرکوبه، با خصوص در مورد ملیت‌های تحت ستم. مدام اینها سرکوب کردن ملیت‌های تحت ستم، حقوق زنان را به رسمیت نشمردن، تمام به اصطلاح مزایا و حقوق دموکراتیک رو در واقع زیرش زدن و از میان برداشتن. زندان‌ها پر شد و شکنجه‌ها شروع شد. تمام این به اصطلاح اجزا و رژیم‌های نظام سرمایه‌داری به طور دائمی این کار کردن. چون این نظام سرمایه‌داری که در ایران حاکم شده توسط امپریالیسم تحمیل شده. این نظام سرمایه‌داری خودجوشی نیست که علیه فئودالیسم یا علیه نظام‌های پیش از سرمایه‌داری مبارزه کرده باشه، توده‌ها رو در واقع بسیج کرده باشه. اینا ذاتاً ارتجاعی هستن. در نتیجه ما باید در واقع این نظام رو سرنگون بکنیم. ما خواهان صرفا رژیم چنج نمیتونیم. رژیم بخشی از این نظام هستش، یه بخشی هستش که کارا رو میچرخونه. مثلا این نظام سرمایه‌داری رو باید هدف قرار بدیم اگر بخوایم به نتیجه مطلوب برسیم، اگر بخوایم به سوسیالیسم برسیم در واقع. بنابراین رفیق مازیار، عذر میخوام کلامتون رو قطع میکنم. من دقیقا میخوام رو همین قضیه تاکید کنم. اون هم افق دید همه ما هست. همه ما میخوایم به عنوان جریان‌های چپ که در عرصه مبارزه فعال هستیم میخوایم که نظام سرمایه‌داری کلاً از بین بره و این یه پروسه طولانیه. منتها فعلا تمرکز رو میخوام روی جامعه ایران بذاریم به عنوان یک گام که الان مردم در صحنه هستن و دارن مبارزه میکنن و بهای سنگینی هم تا به همین لحظه پرداختن. دوست دارم بدونم الان دقیقاً در کدام مرحله از این مرحله انقلابی هستیم؟ خب ما الان در دوران یک موقعیت انقلابی هستیم. این هم باز بحثای انقلاب اکتبر در واقع به طور دائمی این اتفاقات افتاد در روسیه. یعنی در واقع انقلابی 1905 بود، شکست خورد، مجددا تحولات ایجاد شد و غیره. ما دوران در واقع موقعیت انقلابی هستیم. این دوران موقعیت انقلابی میتونه به انقلاب منجر بشه و میتونه بازگشت به عقب باشه. یعنی در واقع ما واقع نگرایانه باید به شرایط ویژه و تحلیل ها رو در واقع ارائه بدیم. نمیتونیم حالا تفسیرهای خیلی پرطمطراق بدیم یا آرزوهامون رو بیان بکنیم. آرزوی ما خب واضح اینه که این رژیم فردا سرنگون بشه به دست پرتوان طبقه کارگر و تمام مردم تحت ستم ایران. اما این واقعیت به این ترتیب هست که ما الان وارد اعتلاع انقلابی نشدیم. برای اینکه وارد اعتلاع انقلابی بشیم، اگر با تجربه 57 هم در نظر بگیریم، چیزی در حدود 2-3 ماه اعتصاب عمومی بود. یعنی شریان‌های اقتصادی نظام شاهنشاهی با اون عظمت و با اون ساواکش و با اون ارتباطات با غرب در هم شکست. بنابراین این مسئله کلیدی خواهد بود. اعتصاب عمومی. امروز ما در این وضعیت نیستیم متاسفانه، ولی باید داریم تلاش میکنیم در اون وضعیت برسیم. از این زاویه هستش که این هسته های کوچیکی که اسم بردم، دخالتگری اینا میتونه تسریع بکنه انقلابو. یعنی دخالتگری در میان کارگران شروع شده در ایران. هسته‌های سوسیالیستی ساخته شده، با خصوص در خوزستان. اینا دارن دخالتگری میکنن، دارن بحث میکنن میان خود کارگران. اولا در ارتباط با کارگرانی که اعتصاب کردن، شعار مرکزی ما الان در داخل ایران اینه که هر جایی که اعتصاب کردید تصاحب کنید، به دست خودتون بگیرید، کارخونه رو بگیرید به دست خودتون، کنترل بر تولید و توزیع رو انجام بدید، راه بندازید و تمام مخارجی که مرتبط با خودتون هست ازش استفاده کنید، حقوقهای خودتون رو بگیرید، تمام مدیران مرتبط به دولت رو اخراج کنید از کارخونه. کامیوندارا اگر این کار میکنن به همین ترتیب، تمام مناطقی که اینا پارکینگ دارن و غیره تحت اشغال خودشون باید در بیارن. الان در واقع این روش از کار، روش در واقع تصاحب کردن محل کار و همچنین گرفتن امور به دست خود که این
سابقه تاریخی خیلی عظیمی هم نداره. در خود هفت تپه این اتفاق افتاد. بحثا 3-4 سال پیش کارگرای هفت تپه میکردن که کنترل رو به دست خودمون میگیریم. اگر رژیم لیاقت نداره که حقوق ما رو سر وقت بده، این بخش خصوصی هم ارتجاعی هستش و انواع اقسام اترافات میکنه، ما همه چیز رو به دست خودمون میگیریم. خب این اگر به این ترتیب گسترش پیدا بکنه در سراسر ایران، چند هفته‌ای هم بیشتر لازم نیست برای این کار، تمام امور به دست طبقه کارگر بشه، بعد اون زمان ما وارد در واقع اطلاع انقلابی میشیم، یعنی تسخیر قدرت سیاسی. وقتی تمام امور در دست خودمون باشه، آگاهی طبقه کارگر و جمعی آحاد از آگاهی صرفا سرنگونی صرف که حالا منظور سرنگونی این رژیم هست، به آگاهی سرنگونی نظام سرمایه‌داری میرسه. بنابراین این به اصطلاح دخالتگری های امروز ما اتفاقا خیلی میتونه مؤثر باشه. ساختن هسته ها دخالتگری در جنبش کارگری و اون دسته ای هم که امروزه از کارگران هنوز اعتصاب نکردن، اینا دارن برخورد بهشون میشه، حداقل از طریق این هسته های سوسیالیستی که چرا اعتصاب نمیکنید، چرا به میدان نمیایید. و بخصوص کارگران شرکت نفت، پتروشیمی و اینا صرفاً به اصطلاح کارگران پیمانی هستن اعتصاب کردن، ولی خب اینا به تنهایی کافی نخواهد بود، باید کل کارگرای شرکت نفت اعتصاب بکنن. و این دخالتگری های کوچیک که به نظر میاد، حالا ما به هر حال حرفای بزرگ نمیتونیم بزنیم که حالا مثلا فردا انقلاب میشه، این سرنگون میشه و غیره، فقط میخوایم راهچه‌های به اصطلاح شرایط از امروز رو تدوین بکنیم بر اساس تجارب 170-80 سال ما در سطح بین‌المللی و بر اساس تجارب ما در خود انقلاب ایران. این راه به این ترتیبه که هسته ها شروع به دخالتگری بکنم، در میان دانشجوها هسته ها دخالتگری بکنم. مثلا یکی از شعارهایی که میتونه راهگشا باشه و میتونه بحث سر مسئله امور کارگری و قدرت کارگری رو مطرح بکنه، یکی از شعارهایی که ما در برخی از موارد طرح کردیم و موفقیت آمیز هم بود، مثلا همین شعار زن زندگی آزادی، خب یه شعار دموکراتیکه. در واقع ما یک مقداری قدم به این جلو میتونیم این شعار ببریم، زن زندگی آزادی اداره شورایی. اینا رو به این ترتیب دخالتگری هایی که به نظر کوچیک میاد، اما آگاهی توده ها رو، آگاهی معترضین رو یه قدم به جلو میره. بحث رو گفتین اداره شورایی چیه، در نتیجه ما بحث میکنیم که این سرمایه‌دارها در واقع شعارهای مرتبط با خودشون رو مطرح میکنن و ما باید فراتر بریم، باید انقلاب بکنیم و انقلاب هم مرتبط به دولت سرمایه‌داری هست. بنابراین یک به اصطلاح پاسخ کوتاه و همچنین متکی به آرزوهای خودمون نمیتونیم امروز بدیم. فقط صحبتی که میکنیم اینه که اقداماتی میتونیم بکنیم که این مسیر رو سرعت بهش بده. این مسیر هم از طریق دخالت مشخص کمونیستا امروز در سراسر ایران، از طریق هسته‌ها، از طریق هسته‌هایی که مثلا در کردستان هسته‌های دفاع از خود باید به وجود بیاد و اتحاد عمل‌ها صورت بگیره در میان خود توده‌ها برای دفع کردن این دشمن واحد که الان مشغول سرکوب جوانان ما در کردستان هستش. این به این ترتیب ما هنر ما در واقع در شرایط انقلابی اینه دخالت مؤثر بکنیم، دخالت در واقع مشخصا مرتبط به این که آگاهی توده بالا بره بکنیم، اما دستگیر نشیم، زندان نشیم. به هر حال ما هزینه‌های همیشه پرداخت میکنیم، ولی با اینا رو تقلیل بدیم به این که از طریق سازماندهی مخفی در میان توده ها. این شکلی بود که انقلاب اکتبر به پیروزی رسید. این شکلیه که ما میتونیم به پیروزی برسیم در داخل ایران. حتی در شرایط کنونی میتونیم این شرایط، این موقعیت انقلابی رو منتقل بکنیم به موقعیت اطلاع انقلابی که دیگه مسئله تسخیر قدرت در دستور روز قرار خواهد گرفت. خیلی ممنون رفیق مازیار رازی عزیز. ما یه میان برنامه داریم، الان میریم میان برنامه رو میبینیم، برمیگردیم. اتفاقا سوال بعدی من راجع به همین هسته‌های مخفی هست که شما نامشان را بردید. شما هسته‌هایی داریم الان در کشور فعال هستن، بخصوص در شهرهای پرنشین، که اسمشون گذاشتن کمیته‌های محلات و اینا شکل گرفته و دارن فعالیت میکنن. عموما بیانیه‌هاشون هم که میخونیم بیانیه‌های سوسیالیستی هستن. میریم برمیگردیم و راجع به همین مسئله بیشتر بحث میکنیم. سپاسگزارم.
over 500 people killed, women and children by the regime's اینا نیازمند چی هست؟ آزادی. نیروی نظامی زنگی سپاه همکنون معابد از ترس فراخان اومدن. همشو معبد تاریخ 13 آذر معبد شکامشون نکرد. با عرض سلام مجدد خدمت شما بینندگان عزیز و همچنین رفیق مازیار رازی نازنین. رفیق مازیار رازی، صدای بنده رو دارید؟ بله بله بله. بله. خوشحال میشم در مورد اون چیزی که خدمتتون عرض کردم، همون هستهای مخفی یا چیزی که الان وجود داره به اسم اون کمیته محلات. منتها اگه میشه، چون یک سری سوالات هم برای ما اومده که دوستان پرسیدن و میخوان که شما پاسخ بدین این پرسش ها، ممنون شم اگه کوتاه باشه، چون میخوام بعد این وارد اون مسئله که الان راجع به رهبری وجود داره و اینکه کی باید این آلترناتیو مشخص بشه، کی باید مطرح بشه در طی این جنبش هم بحث کنیم. بسیار خوب. خب این خبر خیلی خوبی هستش. من دقیق دنبال نکردم ولی در مناطق مختلف میدونستم که هسته‌های، حالا اسمش هم مهم نیست، کمیته ها و غیره، منتها خصوصیات ویژه اینها دارن. یعنی این که اولا خب از نقطه نظر سازماندهی امور باید کاملا مخفی باشن، صرفا افرادی که مورد اعتماد هم دیگه هستن این کار شروع بکنن. نیازی نیست که همه جا همه بدونن که کی در این هسته ها هستش، یا اینکه اصولا در رده های پایین تر که به اصطلاح زیر مجموعه این هسته ها ایجاد میشه، چون مثل یه قارچ در واقع این باید گسترش پیدا کنه این هسته ها دیگه. بازم بحث لنین اون زمان میگفت هزار هسته باید ساخته بشه در سراسر روسیه اون زمان، چند سال قبل از انقلاب. بنابراین این مسئله ای که هست اینه که این هسته ها در واقع باید رده های پایین تر حتی ندونن که اون افرادی که به هر حال از بنیانگذاران این هسته هستن کیا هستن، چون باید تجسم بکنیم به این هسته و هر علتی لو میره یا شناسایی میشه و غیره. حالا فرضاً بر این بذاریم که رفقا خیلی هم مقاومت میکنن، منتها مجبور میشن تمام اطلاعات رو بدن در این بازجویی‌ها یا غیره. بنابراین این اطلاعات هم که داده بشه چیزی نصیب کسی نمیشه، چون نمیدونن که در واقع رده های بالاتر که سازماندهای اصلی کیا هستن. بنابراین اینو باید توجه بکنیم که یه مقداری ضرباتی که ما خوردیم در همین چند دهه گذشته سر همین مسائل بود، سر عدم رعایت اکید مسائل امنیتی بود. همینطوری اولا خب جنبش ما علنی کاری میکردیم. خب علنی کاری اینه که میان دستگیر میکنن، هر اتفاقی میفته چند 2 هفته 3 هفته قبلش اومدن تمام این رفقای برجسته کارگری رو همه رو بردن زندان، چون علنی کاری میکردن. بنابراین مسئله در دوران اختناق ما باید کاملا اکیدن، امروز هم سر مسئله اینترنت و انواع اقسام پیچیدگی هایی که این سیستم های اینترنتی داره، اینا میتونن در واقع دنبال بکنن و کشف بکنن یه سری مسائل. سر اون مسائل هم باید کاملا محتاط باشیم و لو نباید بریم
و تعقیب نباید قرار بگیریم، دستگیر نشیم، کشته نشیم، برای اینکه ادامه بدیم به راهمون. بنابراین مسئله امنیتی گرچه یه مقدار کارها رو کنتر میکنه ولی محکمتر میکنه برای پیشبرد مقاصدمون. خب قدم بعدی در ارتباط با این، وقتی این هسته دهها صدها هزارها ساخته شد، هماهنگی بین این هسته ها هستش از طریق یک بولتن کارگری یا بولتن، هر اسمی هم که میخواییم روش میذاریم. این بولتن هماهنگ کننده میتونه بشه در غیاب یک ستاد رهبری، که مثلا فرض کنید که در یک شرایط خاصی یکی رو دستگیر میکنن، یه اتفاقی میفته، تمام کسانی که دخالت گری دارن میکنن در این هسته که محققا باید هم از میان دانشجوها باشن، هم روشنفکرها، معلمان، هر کسی که به هر حال در این راستا میخواد اقدام بکنه، به این سبک کار میخواد فعالیت بکنه، و مشخصا هم در میان کارگرها. خب خوشبختانه یک سلسله کارها داره اونجا میشه. بنابراین در یک روز مشخص یکی از اولین قدم هایی که اینا میتونن بردارن اینه که این هسته ها به طور مشترک اعلام میکنن، مثلا فرض کنید 1 ساعت در سراسر ایران همه دست از کار برمی‌دارن. خب این در واقع نشون میده که آیا ما در این مقام رهبری قرار گرفتیم، ستاد رهبری داره ساخته میشه یا نمیشه. اگه کسی توجه نکرد یعنی هنوز خوب کار نکردیم. اگر توجه شد و یک اقدام اینچنینی صورت گرفت در سراسر ایران توسط یک ستادی که مورد اعتماد توده هستش، البته و مدتی کار کرده و نشون داده خودشو، ما وارد مسئله قدرت دوگانه در جامعه میشیم. حتی اگر 1 ساعت میلیون ها نفر در سراسر ایران اقدام مشترک انجام بدن، ما وارد مرحله قدرت دوگانه خواهیم شد در جامعه. یعنی اینکه ستاد رهبری شکل گرفته کاملا مخفیانه بدون کسی اینا رو بشناسه برای پیشبرد مقاصد انقلاب. خب این به اصطلاح راههایی هستش که ما در گذشته تجربه کردیم و به هر حال راههایی هستش که میتونیم از این به بعد هم به این شکل عمل بکنیم. و الان مثلا در بعضی از شهرها این به اصطلاح بولتنی هستش که این بولتن در واقع داره سازماندهی میکنه. بولتن رو که نمیتونن دستگیر بکنن، بنابراین این بولتن در واقع حتی 4-5 نفر که در نوشتنش و کارهاش دارن کار میکنن، اینها ولی پا رو زمین دارن. میدونی اینطوری نیست که بشن در اتاقهای در بسته دستورالعمل صادر بکنن. این یکی از مشکلاتی بود که احزاب سیاسی در گذشته داشتن، فکر می‌کنن دستورالعمل صادر کردن واقعا گوش شنوا پیدا میکنه در میان جامعه، که چنین نیستش. یعنی در واقع در پا رو زمین باید کار کرد در ارتباط با این مسئله، و وقتی این اقدامات صورت گرفت میتونه تاثیرات مثبت خودش رو در جامعه بذاره و ما شاهد به اصطلاح تحولات نوین در راستای تدارک انقلاب خواهیم شد. اتفاقا چیزی که الان هست همین مسئله است. مثلا بسیاری از این کمیته هایی که شکل گرفته یا به قول شما هسته های محلات، رهبرانشون مشخص نیست، یعنی رهبرانی فرامیدانی هستن که با رهبرانی میدانی در ارتباطن. اینا با کمیته شاید محلات دیگه هم ارتباط مستقیم نداشته باشن یا شهرهای دیگه، ولی یک نوع به قول شما بولتنی شکل گرفته که یک نوع همپوشانی داره صورت میگیره، حالا خودآگاه ناخودآگاه داره شکل میگیره این مسئله و کارکردیه، یعنی شیوه عمل به شیوه کارکردیه که همدیگر رو ساپورت و حمایت میکنن. اما مهم اینه که ما میخوایم یه گام به پیشتر بریم. به قول شما الان مسئله‌ای که اینجا عنوان میشه، ما از خیلی از رسانه‌های دیگه هم میشنویم میگن هنوز این جنبش چون آلترناتیوی مشخص نکرده، چون رهبریت بخصوصی نداشته، یه بازه‌ای اوج گرفت، بعد در اواسط دچار افت و خیزی شد و الان تقریبا فروکش کرده. نه که کاملا، اما من میخوام اینو بدونم که اون چیزی که در رسانه‌های دیگه عنوان میشه تا چند اندازه صحت داره و ما باید چه کار بکنیم به عنوان احزاب چپی که در این عرصه فعال هستیم. و سوال یکی از بینندگان هم دقیقاً همینه، میگه دقیقاً احزاب بورژوازی ساکت ننشستن و همین حالا ما چند روز گذشته دیدیم که برای نمونه پارلمان فرانسه اومدن فرح پهلوی و ملکه شاهزاده نور پهلوی رو دعوت کردن و اونجا 149 نماینده، همه
عموما رأی مثبت دادن به قطعنامه بر علیه جمهوری اسلامی. خیلی جا این چیزا عنوان میشه یا گفتمان هایی که در مورد اصلاح طلبها صورت گرفته یا در مورد مجاهدین خلق و دیگر احزاب بورژوازی. ما باید چه کار بکنیم که بتونیم متحد عمل بکنیم و بتونیم رهبریت خودمون به گونه‌ای سازمان بدیم که پیش دستی بکنیم و اجازه ندیم در واقع جاده صاف کنی باشیم. به قول یکی از بیانیه هایی که همین روزها از طرف کارگران، مجموعی از کارگران کردستان صادر شده بود، دقیقاً به این قضیه اشاره کرده بودن که ما نباید جاده صاف کنه جناح‌های مختلف بورژوازی باشیم. درسته، کاملا دقیقا همینه و این کارهایی که شما الان اشاره کردید بسیار ارزنده هستش و در راستای همون اصطلاح اهداف پیش میره. ببینید، اول یه نکته رو میخواستم اینجا بیان بکنم. این تحلیل ما هستش از وضعیت این بین‌المللی و این اپوزیسیون به اصطلاح راست و غیره. به نظر من تا امپریالیسم توافق نکنه که این رژیم باید سرنگون بشه، اینها در واقع نیروهای فشار امپریالیسم هستن برای سر میز مذاکره. بنابراین برجام برقراره، به تعویق افتاده به دلیل این ماجراها، ولی قطع نکردن، نگفتن ما دیگه با رژیم جمهوری اسلامی هیچ کاری نداریم و خواهان این هستیم که سرنگون بشه و نیروهای اپوزیسیون هم حالا به هر حال در درجات مختلف تقویت میکنیم که این عمل رو انجام بدن. بنابراین تمام این ابزار به اصطلاح تبلیغاتی که امپریالیسم را انداخته، رادیو تلویزیون هایی که وابسته به امپریالیست‌ها هستن، به عربستان سعودی و غیره هستن، اینها در واقع به این منظور فعلا راهو جلو میبرن. البته خب واضحه که امپریالیسم بدیل های خودش رو سازمان میده. معمولا در عراق در واقع چنین کرد، 7-8 تا سازمان رو خارج از کشور، هر دولت خارج از کشور رو قبل از اینکه صدام سرنگون بشه ایجاد کرده بود. در ارتباط با خود انقلاب 57 ایران هم چنین کرد، یعنی مذاکرات با خمینی رو صورت داد از طریق قدسزاده و روابط یزدی و قدسزاده با ژنرال های آمریکایی و غیره. اینها در واقع تدارکی دیدن که اگر شاه بره، که افتاد، ازش خواستن که بره، جایگزین داشته باشن. در این تردیدی نیست. الان تو این شرایط این تبلیغات زیاد نگران نباید بشیم سر این تبلیغات که اینا دارن رژیم چنج میکنن. شاید بکنن، بستگی داره به این مسئله برجام و پیشرفتایی که این امور خواهد داشت. اما در تحلیل نهایی این ماجراهایی که ما مشاهده میکنیم تضمینی نداره که اینها در واقع بتونن شکست بدن جنبش کارگری در داخل ایران و بعد بیان یک دولت سرمایه‌داری دیگه جلوی این بذارن، به شرطی که به هر حال ما اقدامات خودمون رو انجام بدیم. ما به اصطلاح معجزه نمیتونیم بیافرینیم، ولی به هر حال باید قدم هایی که متکی است به تجارب خودمون در داخل ایران و تجارب بین‌المللیش استفاده بکنیم. مسئله‌ای که هست اینه که این هسته‌هایی که نام بردید الان مشخصاً در شرایط کنونی باید به هر شکلی که لازم هست خودشون رو مرتبط کنن به صنایع بزرگ و کارخونه‌ها و کارگرانی که در اونجا کار میکنن. یکی از کارهایی که به هر بخشی از رفقای ما تلاش کردن در یک دهه گذشته انجام بدن و توفیقای هم حاصل شد در حدی، این بود که اصولا این رفقای جوان در واقع رفتن به اون جاهایی که اعتصاب بود، همواره رفتن اونجا تعاونی‌ها ساختن، کمک رسانی کردن. میدونید مسئله مرتبط شدن به طبقه کارگر صرفا اعلامیه و حرفای رادیکال زدن نیستش، باید از پایین با اونا همکاری کنیم برای یه مدتی. الان هم دیر نشده، یعنی در واقع یک سمت سوی جهتگیری مشخص مرتبط به رفتن در میان کارگرها، با خصوص جایی که اعتصاب هستش، خوزستان، جاهایی که به هر حال اعتصاب، کردستان هم خب اعتصابای نساجی و غیره هم با اقسام اعتصابات هست. منتها شریان‌های اصلی اقتصادی در داخل ایران از طریق شرکت نفت میتونه بسته بشه. بنابراین ما باید راههایی پیدا کنیم، این هسته‌های ما باید راههایی پیدا کنن که خودشون رو مرتبط کنه به اون جایی که اعتصاب عمومی میتونه اتفاق بیفته و کمر این رژیم رو بشکنه در عرض چند ماه. و این به اصطلاح کارهایی هستش که باید کاملا حساب شده انجام بدیم. خیلی مشکل دشوار رفقا مثلا از کردستان برن مثلا خوزستان یا از اونجا بیان جای دیگه و کارگرا رو پیدا کنن و غیره، ولی به هر حال ما کم و بیش شرایط معلومه الان به چه روالی داره پیش میره. یه عده‌ای از کارگران هستن که
اعتصاب نقدن شروع کردن. کار ما اینه که صندوق‌های اعتصاب برای اونا ایجاد کنیم تا حد الامکان در واقع امکانات مالی اینا داشته باشن برای اینکه تداوم بدن به این اعتصابات. و این مسئله خیلی مهمیه، چون اینا خانواده دارن دیگه. حالا رفقای جوان و غیره با خانواده و پدر مادر زندگی میکنن، مخارجی نخواهند داشت، ولی اینها خب خانواده‌شون رو باید نون بدن و برای اینکه اعتصاب بکنن، اعتصاب چند ماهه انجام بدن، نیاز به امکانات مالی دارن. در این رشته کار بکنیم یه مقداری که اینها این امکانات به وجود بیارن و به هر حال کمک رسانی بکنیم در حدی که امکان پذیر هستش بر اساس مسائل امنیتی. اون کسانی هم که الان وارد اعتصاب نشدن، اینها باید مقابله سیاسی باشون بشه، یعنی افشا بشه. در خوزستان چنین شد، رفتن یخه همین کارگرای شرکت نفت و خود کارگرا گرفتن. این چه وضعیه؟ شما نشستید تو خونه، حالا یه چندرغازی از این دولت میگیرید و جوانای ما در خیابانا داره کشته میشن. این تأثیر گذاشت. اوایل اگه یادتون باشه اعتصاب اصلا نبود، اعتصاب در حمایت از اعتراضات. مثلا 7 دفعه هم حتی اعتصاب نکرده بود، تا اینکه این فشارها که اعمال شد اینا به تدریج اومدن در صحنه ظاهر شدن. بنابراین مسئله صرفا مسئله تکنیکی و فنی نیستش، مسئله سیاسی هستش. یعنی در کار سیاسی هم در واقع جنگ و گریز هستش. ما باید در واقع تاثیرگذار باشیم از لحاظ سیاسی، افشا کنیم حتی کسانی که به هر حال اقداماتی نمی‌کنن، مبارزه کنیم. اما در این حال اون کسانی که در حال مبارزه هستن باید در کنارشون باشیم، ببینیم چه نوع کمک‌هایی میتونیم بهشون برسونیم. به این ترتیب همبستگی ایجاد کنیم، همبستگی کارگری. از این نقطه نظر مهمه که این اعتصابی که در حال شرف هستش، در حال پیشروی هست، کاملا مسجل میکنن و شرکت نفت و پتروشیمی و غیره وارد کارزار میشن. ما باید قدم‌های برداریم که سرعت پیدا کنه این. و این ماجرا اگر صورت بگیره، هیچ کدوم از این کشورهای امپریالیست هیچ غلطی نخواهند تونست بکنن در ارتباط با حاکمیت کارگری. وقتی قدرت اینجا گرفته شد، مثل انقلاب روسیه، هیچ کدوم 14 کشور حمله نظامی کردن به روسیه و یه اصطلاح سازمانی که بیشتر هم 35 ساله بودن، کل اصطلاح سربازان و نظامیان رو بسیج کردن و مقابله کردن با 14 کشور و شکست دادن امپریالیست‌ها رو. بنابراین امپریالیست‌ها قابل شکست هستن و اینها فقط مسئله که هست، این سازماندهی خودمون رو باید در داخل ایران محکم بکنیم. طبقه کارگر و شورای کاری به قدرت برسه. جوانان ما باید کاملا هوشمند باشن که اصل داستان کجا هستش و از این لحاظ جهتگیری به سمت سوی طبقه کارگر، سازماندهی اونا، جمع‌آوری کمک‌های صندوق‌های برای اعتصاب و همچنین همراهی با اونها در جاهایی که امکان پذیر هستش. این تنها راهیه که من میتونم توصیه بکنم و رفقایی که به هر حال تعلقات فکری و نظری داریم همین کاری داریم میکنیم. در واقع ما الان 7-10 ساله داریم این کاری میکنیم، منتها بحثاشون هم کردیم، منتها هیچ کدوم از رفقا در احزاب مختلف اصولا توجهی نکردن به بحثایی که الان چندین سالی که ما داریم میکنیم در همین راستا. رفیق مازیار، اتفاقا به تا نکته خیلی مهم اشاره کردی. یکی این که دقیقاً اعتصاباتی برای نمونه مثلا نیشکر هفت‌تپه تحت فشار افکار عمومی شاید به قول شما از اعتراضات حمایت کرد، نه که نخوان، ولی ملزوماتی قطعا لازم بوده. بس همینجاست که اعتصابات ما خیلی دیرتر از اعتراضات شروع شد و ما برای اینکه برسیم به اون اطلاع انقلابی نیاز داریم که اینها همراستا با هم، اعتراضات سراسری، اعتصابات سراسری با همدیگه پیش بره که اون جنبش انقلابی رو به سرمنزل برسونه یا حداقل به اون فاز تدارک برای حمله نهایی برسونه. مسئله اینجاست، دلیلش چه بود که چرا دیرتر اینا پیوستن و مشکل کجای کار بود؟ و دقیقا همین نقدی که شما عنوان کردید، مثلا فعالین ما، رهبران میدانی ما که اونجا فعال هستن، اینا باید برن حالا جلوی در کارخانه ها، در میان کارگران مختلف. این نقد در مورد دانشجویان و جنبش دانشجویی هم بود، یعنی چون فقط محصور بودن در حیطه محوطه دانشگاه خیلی راحت هم سرکوب شدن، یعنی هیچ وقت از اون فراتر نرفتن. به قول شما اگه اینا میرفتن در مناطق حاشیه‌ای، مناطق فقیرنشین، مناطقی که ظرفیت دارن، ارتش میلیونی هم میتونن راه بندازن،
یا مناطق کارگری نشین، حوزه های کارگاهی، اینا اگه مراجعه میکردن و با اون آگاهی که خودشون داشتن، اونایی که دانشجوهایی که تفکرات سوسیالیستی دارن و گرایش به چپ دارن، میتونستن این کارو بکنن. نظر شما در این رابطه چیه؟ اولا در مورد کارگرا، بله، 7 نفر که مطرح کرد، اینو باید در نظر بگیریم دیگه. یعنی یکی از مسائلی که مرتب رفقای جوان سوال میکنن، بحث میکنیم و غیره، و انتظارات بالای بعضی از رفقا. الان همین 2 هفته پیش در جلسه کلاب هاوس خیلی در واقع خیلی محکم علیه کارگران میان اعتصاب بکنن در حمایت از کردستان صحبت کردن. ولی چیزی که باید در نظر بگیریم مسئله آگاهی هستش در جامعه. این بحثیه که حالا مارکس و جرمن ایدئولوژی میکنه، میگه آگاهی که در جامعه غالب هست آگاهی هیئت حاکم هستش. این مسئله خیلی مهمه، باید توجه اخص بهش بکنیم. یعنی در واقع مسئله‌ای که هست، تنها اتفاقا در این شرایط این تعداد معدود کمونیستا هستن که از این آگاهی برخوردار هستن، منتها نباید انتظار داشته باشن تمام توده‌ها همانند اونها آگاهی کسب کرده باشن. این بنابراین مبارزه در میان هر بخشی از کارگرها حتی که این آگاهی ضد سرمایه‌داری رو ندارن یا حداقل یک مثلا در مخالفت با رژیم هستن، تا هنوز مثلا فرض کن توجه ندارن که باید بیان در حمایت از ملیت کرد که تحت ستم هستش، سالها بوده، 100 سال تحت ستم هست و الان هم تهاجم نظامی با در واقع به شکل جنگی وارد این معرکه شده رژیم، بیاد دفاع بکنه. نمیکنه این، چون نمیدونه. و از طرف دیگه هم هیئت حاکم این تبلیغاتی که 42 ساله کرده که ملیت‌ها من فلانن و سنی‌ها اینطوری شکلی هستن و شیعه‌ها خیلی پیشرفته تر هستن، این تبلیغات تأثیر میذاره رو اذهان عمومی. و در میان دانشجوها هم همینطور، دانشجوهایی هستن که رفقای خیلی خیلی ارزنده‌ای هستن، تو یه اختلاف کوچیکی با هم پیدا میکنن، طرف میره طرفدار رضا پهلوی میشه. میدونی اصلا این مسئله سر اینه، تبلیغات سرشاری هم میاد. بنابراین آگاهی توده‌ای، آگاهی میان کارگران، میان دانشجوها، اینا در تلاطم هستش. یعنی در واقع تحت تأثیر ایدئولوژی حاکم است. ایدئولوژی حاکم الزاماً رژیم جمهوری اسلامی نیست. ایدئولوژی حاکمی که خود امپریالیسم راه اندازی کرده، برنامه تلویزیونی 24 ساعته‌ای که داره رو به ایران انجام میدن، خود تأثیر میذاره رو اذهان مثلا توده ها، و اینها بر اساس اینکه این به اصطلاح قدم‌هایی میخوام بردارم به این ور اون ور کشیده میشن. بنابراین نتیجه اساسی اینه، یک ستاد رهبری تنها میتونه ایجاد بشه و این ستاد رهبری میتونه این آگاهی رو در واقع کاهش بده و از میان برداره. دقیقاً اینه، ما رهبری نداشته متاسفانه در داخل ایران، رهبری که بتونه جمعی آحاد و تحت تأثیر فعالیت‌های خودش قرار بده و بعد اعتماد پیدا کنه و بعد این آگاهی رو زدوده بکنه. آگاهی کاذب، و در واقع آگاهی کاذب آگاهی ایدئولوژی به اصطلاح کل نظام سرمایه‌داری هستش و این متاسفانه تأثیر میذاره. حالا ما از دست هم نباید ناراحت و دلخور بشیم و غیره، چرا این کار نکرده، چرا اون نیومده، چرا این دیر اومده اینا. ولی مبارزه نشون داد، مبارزه سیاسی شد با هفته. من شخصا خودم به برنامه کلاب هاوس خیلی هم از مدافعین هفته بودم در چند سال گذشته، در مقابل کسای دیگه‌ای که حمله میکردن دفاع میکردم. هفته رو مورد مؤاخذه قرار دادم، انتقاد سخت بهشون کردم و شنیدم خیلی ناراحت شدن. ولی خب مجبوریم ما، ببینید مسئله مبارزه طبقاتی فراتر از روابط شخصی این ور اون ور است. باید کاملا با اسم، نام و همچنین نقد جانانه مبارزه کنیم در میان خودمون و گسست کنیم. مثلا خود مارکس در میان هگلیای جوان بود، سرها رفت و گسست کرد از اینا، دوست، آشنا، فامیل و غیره همه رو گذاشت کنار به دلیل منافع طبقاتی. لنین هم همینطور، برادر خودش تو نارودنیکا بود، اومد کاملا گسست کرد از این ماجراهای جنگ چریکی و فلان، از این کارهایی که اینا میکردن، کاملا اینا رو مردود اعلام کرد. بنابراین مارکسیستا اصولا باید واقعیت ها رو بگن. روابط خانوادگی و عشیرتی و دوستی و آشنایی و این طبقه هم طبقه‌ای من هست، اینا وارد نیستش. ما باید اون راهی پیدا کنیم و هر کسی که جلوی این راه به هر علتی ناآگاهانه یا آگاهانه میگیره باش مقابله بکنیم. بنابراین یکی از اشکالات چپ ما متاسفانه این بوده در
30-40 سال گذشته که به این شکل اومدیم. الان ما بحران در چپ بحران داریم ما دیگه، وگرنه الان با انقلاب سازمان میدادیم این بحثا رو دیگه برای 30 سال پیش میکردیم. ولی دقیقاً اینه که وقتی اشکالی ایرادی رفقا از هم دیگه میبینند اعلام نمیکنن، مبارزه نمیکنن. در میان کارگران ما به مبارزه بکنیم، با جوانان نقد بکنیم. الان 6-7 سال در واقع نقد جانانه به همین جوانانی که شما اشاره کردید رسما از طریق رادیو تلویزیون میکنیم که از پای میز کامپیوتر بیاد بیرون، خود به اصطلاح فریبی و که من این نقل قول میدونم، من مارکس بهتر از اون میدونم و غیره، این نشد کار. باید برید در میان طبقه کارگر کار بکنید، فعالیت بکنید، اونجا همراه اونا باشیم. همین بحثی که امشب کردم، ولی اینا را چندین سال با این رفقا داریم میکنیم دیگه. رفیق مازیار، اتفاقا برای 3 روز بعد ما فراخوان‌های متعددی داریم برای اعتصابات سراسری و اعتراضات سراسری و فراخوان‌های متعددی هم ما در شبکه‌های اجتماعی دیدیم، من جمله شورای سازماندهی تشکل‌های شرکت نفت، کارگران نفت به اصطلاح فراخوان داده، مال معلمان، شورای هماهنگی صنفی معلمان ایران و خیلی دیگه کامیونداران به همین ترتیب. در کنار این ما یکی از عوامل سرکوب رژیم و کشتار گفتیم، یکی دیگه از عواملش ما پیام‌های متعددی داریم. مثلا رفیق ما از که خودش در بازداشت ماموران رژیم بوده، گزارش‌های بسیار شنیعی از وضعیت وخیم زندانیان در شهر ووکان که یکی از شلوغ‌ترین کانون‌های اعتراضات بوده برای ما فرستاده، از آزارهای جنسی متعدد، چه در قبال پسران چه در قبال دختران. ما این موج سرکوب رو هم داریم، این فراخوان رو هم داریم برای 3 روز آینده. چگونه میتوان کار کرد، گسترش داد و ادامه داد به این حرکت و بهاش رو قبول کرد، همزمان که امید به جامعه تزریق میکنیم برای پیشبرد اهداف. خب ببینید این کاره خب کاملا ارزنده و درست هستش دیگه. یعنی این هم یه مشکلی که ما داریم اینه که فکر میکنیم خب برای همه چی باید با سرعتی که ما نیاز داریم و یا علاقه داریم اتفاق بیفته. یعنی در واقع همیشه یک انباشتی وجود داره، یک انباشت مثل جامعه سرمایه‌داری هم یه انباشت اولیه منجر به این انباشت سرمایه‌دارانه میشه در دوران امپریالیسم. مسئله علمی هم همینطور، مسئله سیاسی مشخصا اینطوریه. یعنی ما یک سلسله زمین ریزی ها باید بکنیم. ما امروز باید در واقع اگر از 30 سال پیش این جریانات به اصطلاح چپگرای ما با هم می‌نشستن، صحبت می‌کردن، تبادل نظر می‌کردن، به یک به اصطلاح جمع‌بندی مشترک میرسوندم همه رو. ما این پیشنهاد 7-8 سال پیش کردیم، یا پروژه اعلام کردیم بیاید با هم صحبت کنیم، بحث بکنیم، کار مشترک انجام بدیم که نیومدن متاسفانه. ولی به هر حال این زمین ریزی ها نشده. برای همین مسئله‌ای که هستش اینه که ما اذعان میکنیم، حداقل ما که ما هم جزء چپ هستیم میگیم ما دارای بحران هستیم، این بحران باید حل بکنیم. اگه این حل نکنیم این اتفاق میفته دیگه متاسفانه. یعنی یه موقعیت انقلابی پیش میاد، شرایط ویژه پیش میاد و ما غایب هستیم و یا تاثیرات جزئی میکنیم یا میخوایم از اول شروع کنیم و خیلی با سرعت زیاد به اون نتایجی که قراره. بنابراین این به نظر من یعنی این یکی از مسائلی هستش باید درس بگیریم از همین امروز که ما باید در واقع انباشت کنیم تمام مبارزات و فعالیت ها رو، کار مشترک بکنیم، اتحاد عمل ها سازمان بدیم، حزب گرایی نکنیم، فرقه گرایی نکنیم، از پشت خرج جزدنی نکنیم. این کارا رو کردن تمام رفقا در از 30-40 سال گذشته. یه شرایطی میرسیم که باید سازماندهی انقلاب بکنیم، خب به هر حال از دست میدیم موقعیت ها رو دیگه. خب این از این لحاظ باید درس بگیریم. ولی الان من بگم چی کار میتونیم بکنیم، خب من پاسخی ندارم به اون ترتیب که سائق آسا ما تمام این بحران خودمون رو در از چند روز برطرف بکنیم. ما باید تا اونجایی که امکان پذیر هست تلاش کنیم که به راه درستی بره، این سرعت پیدا کنه، این انقلاب تحقق پیدا کنه و به پیروزی برسه. ما امیدواریم و هممون هم دقیقاً اینه. ولی اگرم برگردیم به عقب یه اتفاقی بیفته، حالا یه دوره‌ای ساکت بشه، باید ارزیابی بکنیم اشکالاتمون چی بوده. الان وسط این ماجراها
خب من الان هر اشکالی بگیرم میگن خب رفیق مازیار شما از گذشته داری صحبت میکنیم، مثلا الان چیکار بکنیم؟ خب الان یه مقداری دیر میشه. اگر اون به اصطلاح پیش زمینه چندین ساله رو نداشته باشیم دیره دیگه، میدونید از دست میدیم موقعیت ها رو و خیلی شرایط پیش اومده، موقعیت انقلابی پیش میاد، رهبری نیستش، رهبری در بحران، خب شکست میخوره انقلاب دیگه. 1357 ملاحظه بکنید دقیقاً این بود، انقلاب صورت گرفت، توده های میلیونی اومدن، طبقه کارگر اعتصاب عمومی رو سازمان داد، رهبری نداشت، رهبری چریکای خلق رفتن دنبال جنگ چریکی و روشن کردن موتور کوچیک به زعم خودشون، از دست دادن موقعیت رو. بعدش هم وقتی به صحنه اومدن حمایت کردن از خمینی، روحانیت مبارز و غیره فراخوندن، پیکار هم همینطور، گرایش های ماویستی هم همینطور. یعنی ما در واقع در اونجا یک انقلاب پیروزمند رو از دست دادیم. 40 سال گذشته جمع‌بندی نکردیم، هنوز سر همون ماجرا ما اختلاف نظر داریم. خب به هر حال دوچار بحران هستیم، یعنی این دیگه، یعنی در واقع اینه مسئله، باید به خودمون نگاه کنیم بگیم کجا اشتباه کردیم. اول از همه قبل از اینکه هر اتفاقی بیفته باید در واقع این چوب رو به خودمون بزنیم که از این پس دیگه به این ترتیب به شکل مشترک اتحاد عملها، بحث، تبادل نظر، فرقه گرایی رو کنار بذاریم، از پشت خنجر زدن رو کنار بذاریم، این نمیدونم فلانیه، این فلان میکنه، این نمیدونم نمیتونه بیاد، این نمیدونم مثل ما مثلا حزب مثلا 500 نفری نداره و غیره، در نتیجه باید صحبت نمیکنیم و غیره. اینا بوده ماجرا دیگه. بنابراین ما الان در یک همچین شرایطی همه خودمون رو میکنیم که این انقلاب به توفیق برسه، ولی معجزه نمیتونیم بکنیم. یعنی ما اون انباشت اولیه رو دست نداریم. الان اگه بودیم که خب تسخیر قدرت سازمان میدادیم دیگه. حزب طبقه کارگر، حزب پیشتاز کارگری که الزاما باید در ایران بشه، الزاما از پیشتازان کارگری و الزاما مخفی باشه، وجود نداره. اگر اما باید حمایت کرد دیگه رفیق مازیار عزیز، باید حمایت کرد که این ساخته، اینو تسریع بکنیم، برای دست و راهکار ارائه بدیم. درسته، در قبالش راهکار ارائه بدیم، هدایت کنیم، راهنمود بودیم. هدف ما هم همینه، یعنی برای همین ما میخوایم از تجربیات مبارزاتی شما استفاده بکنیم. پا رو زمین، یعنی فکر نکنیم ستاد رهبری ما فقط ساختیم یا ما ساختیم یا شما ساختید و غیره، دستورالعمل صادر نکنیم، چون تودا گوش نمیدم به دستورالعمل این احزاب. ببینید یک نفر از حزب شما، یک نفر از گرایش ما در میان کارگرا باشه، ارزشش بیشتر از هزاران مقاله و برنامه‌های تلویزیونی و غیره هستش، چون اون در کنارشون دیده میشن، اونجا دارن مبارزه مشترک میکنن. بولشویکا این کار کردن دیگه. این لنین که اومد بهش ایرادم میگیرن، رفتن گروه‌های 3-4 نفری رفتن طبقه کارگر 10 سال 15 سال کار کردن و شدن از رهبران طبقه کارگر اونجا. برای همین انقلاب به این شکل صورت گرفت و بولشویکا رو انتخاب کرد شوراهای کارگری برای مدیریت دولت بعدی. بنابراین رفیق مازیار عذر میخوام، متاسفانه وقت ما به پایان رسیده، اما قطعا این بحث جالب را حتما در طی برنامه‌های آتی هم ادامه خواهیم داد. متاسفانه امشب یه خورده به خاطر مشکل تکنیکی که وجود داشت یه خورده دیر برنامه مشترک شروع شد در واقع، اما این وعده رو بهتون میدیم که برای برنامه‌های آتی حتما در مورد این بحث آلترناتیو ما امشب نتونستیم خوب بحث بکنیم، اما حتما در برنامه آینده باید در مورد این قضیه هم صحبت کنیم و در مورد اینکه چگونه ما باید این هسته ها رو راه بندازیم، چگونه باید اونها رو هدایت بکنیم، راهنمایی بکنیم، راهکار بهشون بدیم، قطعا بیشتر در این زمینه صحبت خواهیم کرد. بسیار سپاسگزارم از حضور پربارتون در این برنامه، خیلی خوشحال شدیم. مازیار رازی عزیز، سخنگوی گرایش مارکسیست های انقلابی، بسیار سپاسگزارم. تشکر میکنم از شما و درود میگم به تمام شنوندگان و بینندگان گرامیتون و آرزوی موفقیت برای تمام رزمندگان در مبارزه طبقاتی. سپاسگزارم. درود بر شما، وقت شما هم خوش. بینندگان عزیز تلویزیون کمانده و حزب کمونیست ایران، بسیار سپاسگزاریم که تا این لحظه ما را همراهی فرمودید. تا دیداری دیگر و برنامه زنده دیگر،